عزیزم، من پری هستم و با آموزه های خودشناسی و خودآگاهی در خدمت شما عزیزانم. خوشحال میشم کانال منو به دوستانتونم معرفی کنید تا همه راه خودآگاهی رو با هم طی کنیم. امروز میخوام راجع به 3 مقوله‌ای صحبت کنم که مانع رسیدن ما به رویاهامون میشه. Number 1 the body, number 2 the environment and number 3 time. body به معنای بدن هست. فکرشو بکن اون لحظه‌ای که تو به خودت میگی من حسشو ندارم، سرم درد میکنه، امروز کسالت دارم و توانایی انجام حتی شخصی ترین کارهای خودت هم پیدا نمی کنی، فقط به خاطر اینکه حسشو نداری. تو این لحظه چه اتفاقی میفته؟ تو از خیلی از فرصتها و امکانهایی که تو زندگی داری بی بهره میشی. Number 2 the environment. لحظه‌ای که به خودت میگی باید برم فلان کس رو ببینم، باید فلان جا برم، با فلانی قرار ملاقات دارم، شاید بعد از اون لحظه حس و حالم بهتر بشه. تو این زمانم تو داری زندگی خودت رو شرطی میکنی، چون به شرطی که افراد دیگر رو ببینی قرار حال خوب رو به خودت هدیه کنی. And number 3 time. زمان. وقتی که زمان خیلی زیادی گذشته اما تو هنوز تغییر نکردی و به اون چیزایی که رویاشو داشتی و آرزوشو داشتی نرسیدی، حتی افرادی رو پیدا میکنی که اونا هم دقیقاً از عادتهای مخرب و منفی خودت دارن و شما از همدیگه برای عادت قربانی بودن استفاده میکنید و این روند معیوب رو ادامه میدید. حالا بیایم از یه منظر دیگه به این مقوله نگاه کنیم. شما خودتون رو فردی در نظر بگیرید که از امروز به این 3 مقوله آگاه شدید. یعنی میدونید بدنت با تو چی کار میکنه، محیط چه تأثیری ممکنه روی تو بذاره و زمان ممکنه چه بلایی به سر تو بیاره اگر از امکاناتش استفاده نکنی. تو این لحظه وقتی به رفتار خودت آگاه میشی و به عنوان یک مشاهده‌گر واقعی دونه دونه اونها رو از نظر میگذرونی، تصمیم میگیری که زندگی تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی با خودت میگی من این همه داشتم رنج میکشیدم و متوجه نبودم، یعنی من اینقدر عادتهای منفی و معیوب داشتم و نمیدونستم، یعنی واقعا من با فلانی کانکت بودم و ارتباط داشتم اما روحم هم خبر نداشت که چنین تاثیر مخربی ممکنه روی زندگی من بذاره. پس یادت باشه اولین قدم برای تغییر آگاه شدن.